یافتن فرقیت بین دو تابلیت در اکسل. اگر شما دو تابلیت داشته باشید و بعضی از رقم‌هایشون فرق کنند، پس راهی آسان برای یافتن فرقیت. برای این هر دو ستون رو انتخاب میکنیم با موش کنترل رو زیر کرده. البته بعد میایم با вкладки главное از اینجا найти выделить группу ячеек رو انتخاب میکنیم. بعد отличия по строкам اوکی رو زیر میکنیم. چیزی که میبینید همش رو انتخاب کرد. این را با یکون رنگ دیگر رنگ میکنیم، مثلا سبز. تمام. چیزی که میبینید دوشنبه رقمهاشون فرق میکند. کلا باشد یک خیلی است.